اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین. دوستان عزیز، مشتاقان ماورا، سلام و عرض خسته نباشید به شما میگم. امیدوارم طاعات و عبادات شما قبول درگاه پروردگار یکتا باشه. جلسه امروز ما میخوایم در باب این مطلب صحبت بکنیم که وقتی جوانی میاد مراجعه میکنه به آدم، میگه من میخوام علوم غریبه رو یاد بگیرم و کاملا این جوون ناآگاه از کاریه که داره میکنه، فرد آگاه باید بهش چی بگه؟ پدر مادرای عزیز باید مواظب جوانهای خودشون باشن تو این دور و زمونه. جوانی که تنها و تنها 16 سال داره، جوانی که تنها 15 سال داره، میاد میگه من میخوام علوم غریبه رو یاد بگیرم. اگر خدای نکرده چنین جوانی با افراد شیاد، کلاهبردار و استادان خبره شیطانی در علوم غریبه برخورد بکنن، چه بلایی بر سر خود این جوان میاد، چه بلایی بر سر خانواده این جوان میاد و چه بلایی به سر آینده کلن خانواده اینها میاد. چون جوان ناآگاهه، جوان نمیدونه که دنیا دست کیه. میگه من به خیال خودش جوونه، ایدئال طلبه. میگه خب من میرم با مثلا علوم غریبه رو یاد میگیرم، بعد با یک جنی رفیق میشم و اون در مراحل مختلف زندگی به من کمک میکنه. جوونه، یعنی دنیا رو این جوون گلستان میبینه و چون جوونه با طبق قاعده خداوندی باید جوانی کنه، باید آسیب ببینه، باید زمین بخوره. اما به چه قیمتی؟ گاهی یک زمین خوردن دیگه یک زمین خوردن عادی نیست که تو بخوای بلند بشی. علوم غریبه اون زمین خوردنه. دوستان عزیز، ما استادانی داریم، البته ما قضاوت نمی کنیم عزیزانمون رو. همه عزیزانی که در یوتیوب کار میکنند بزرگوار، مهربان، دوست داشتنی هستند و بسیار خوب. اما گاهن کسانی هستند که در مسیر تاریکی کار میکنند. ببینید دوستان، علوم غریبه دو بخش داره. به نظر من دو بخش کلی داره. یک بخش نور هست و یک بخش تاریکی. خیلی ساده میخوام برای شما این مطلب رو توضیح بدم که به صورت عمومی همه بتونن، از جوون 16-17 ساله، نوجوان 17-18 ساله بتونه این رو درک بکنه تا سمبول ها که خودشون بهتر از من آگاه هستن.
پس علوم غریبه به صورت کلی دو قسمته: بخش تاریک، بخش شیطانی و بخش نور. خب در مبحثی که اینجا مهم میشه اینه: در بخش نور چگونه بود زمانهای قدیم به یک فرد، به یک پیرمرد میگفتن آقا فلانی دعانویسه. خب اون پیرمرد بیچاره برای خودش تو عالم خودش عبادت میکرد، نه به کسی کار داشت. همیشه دعانویس‌های قدیم ما اینجوری بودن، آدم‌های بسیار سر به زیر، نه به کسی کار داشتن، همش قرآن میخوندن، همش عبادت میکردن، حالت درویشی داشتن، با لقمه نانی سر میکردند، برای مال دنیا حلحل نمیزدند. مردم محل به این شخص بها میدادند به عنوان آدمی که در پیشگاه پروردگار نامی داره، بهایی داره، خداوند بهش اجر بیشتری میذاره. میرفتن پیش این دعاگر یا دعانویس و این بنده خدا، این پیرمرد مهربون، این آقای درویش دعایی قرآنی برای اینها مینوشت و اون فرد ایمان داشت به قرآن، به یکتایی خدا و به دست نویسی این فرد. وقتی که فرد بیرون می اومد از اونجا، از خونه این مرد میگفت قیافش نور میبارید. ببینید اعتقادات زمانان قدیم اینجوری بودن. دیگه ما الان 40 و نزدیک به 45 سالمه، ما اینها رو دیدیم دوستان عزیز. پس دعانویس های نور در مسیر نور اینجوری بودند، دعانویس های اصلی. متاسفانه بعداً و اینها اصلاً دست به توهین به قرآن و مقدسات و دین و مذهب نمی کردند به هیچ عنوان. حتی پول هم نمی گرفتند. چی بشه مثلا یه پولکی حالا برای تشکر زحمتی که کرده حالا به زور مثلا می گرفت یا حالا. پس اینها رو دقت کنید. بعدها کسانی اومدن نام این دعانویس ها رو خراب کردند. شیطان دید که دعاگرها، دعانویسها بعد از مثلا آدمهای روحانی، بعد از مثلا درویشان و بعد از به اصطلاح روحانیون خوب مردم رو به اصطلاح دارن به دین و به اسلام و به مکتب و به خداشناسی و به انسانیت دعوت میکنن. شیطان دید این وسط داره سرش کلاه میره. اومده چه کار کرده؟ گروهی از آدم ها رو، گروهی از اجنه ها رو مأموریت بهشون داده و بهشون گفته که برن و این دعانویس ها رو، این بعضی از آدم ها رو اخفال کنند و رازهایی در مورد طلسم نویسی بهشون یاد بدن. نوجوانهای عزیز، جوانهای بزرگوار، تمام افرادی که این ویدیو رو گوش میدید، از من به شما نصیحت: کسی که دهنش باز شد و طلسمی نوشت، فرار کنید، از اون محیط دور بشید. به شما نمیگم بترسید، به شما نمیگم ته دلتون خالی بشه و اینها،
ولی از چنین آدم‌هایی دوری کنید. چنین آدم‌هایی نه خودشون به جایی میرسند و نه شما رو به جایی میرسونند. اسم طلسم و طلسم نویسی رو جایی دیدی، تو بگو مردم این محل دارن براش میمیرن و قسم و آیه میخورن و دست رو قرآن میذارن که این آدم آدم درستی هست. شما از اون آدم فاصله بگیرید تا بلایی به سر زندگی و آینده‌تون نیومده. فلسفه طلسم نوشتن چیه؟ طلسم نویسی شامل اشکالی میشه که این اشکال علائم احضار نوعی یا انواعی از اجنه ها برای موکل شدن برای انجام کاری هست. خب با این کار، با این احضار، ما یک جنی رو بدون این که این جن میل داشته باشه داره در عالم و در بعد خودش زندگی میکنه و معمولاً همینها کم سن و سال هستند. در عالم خودش داره زندگی میکنه، میره. طلسم رو که مینویسه اون دعاگر، دعا نویس شیطانی، به قول معروف مثل این تور ماهیگیری، دقیقاً مثل تور ماهیگیری به دام میفته این بچه جن. بیشتر میگم 80% این جنها بچه هستن. به دام میفته و از بعد خودش ناخواسته و بدون این که اصلا بدونه و بدونه که کجا داره میره، تکلیفش چیه، آورده میشه و به خدمت گرفته میشه و بهش گفته میشه توسط دعانویس که تو میری زندگی این زن و شوهر رو به هم میزنی و بعد آزاد میشی میری. خب این جن خب کم سن و سال هم هست، میاد وارد کار میشه، میره زندگی اون زن و اون شوهر رو به هم میزنه. این دعانویس دعا رو مینویسه. زمانی که دعا رو نوشت یه کاغذ ساده، خیلی اون جوون بیچاره یا اون خانوم و آقا میگن خب یه کاغذ دیگه، میذاره سر جیب خودش، دیگه نمیدونه این سر جیبشه، پشتش یه جن را میفته، موکل را میفته پشت سرش. به خاطر اینه ما زمانی که داخل خیابون یا جایی میریم میبینیم پشت سر این وکیل یه جن داره راه میره، پشت سر اون دکتره یه جن دیگه داره راه میره. اینها رو گهگاهی بر ما سوال میشه چه خبره، همش تاریک، همش ظلمات. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یا مادرش میره دعا میگیره براش، یا پدرش میره دعا میگیره، یا جوون میره خودش دعا میگیره، بزرگ و کوچیک هم که میخوان استاد علوم غریبه بشن. خب بنابراین چی میشه؟ این جن راه میفته پشت سر این آقا، میاد و اون رو به هدفش میرسونه. وقتی که به هدفش اون رسوند، بعداً این آقا، این فرد دیگه اون دعا نویسه به اصطلاح نادان نمیاد به این آقا بگه آقا تو 30 روزی دیگه دوباره برگرد که من این جن بیچاره‌ای رو که زندان کردم، زنجیر کردم، به خون زندگی تو فرستادم، ناموس تو داخل خونه هست، اونم هست داره نگاه میکنه، خواهر تو لخت، اون جنم کنج ایستاده داره اینجوری نگاه میکنه، براش مهم نیست.
من این رو بفرستم به بعد خودم، نامردی نکنم. حالا اون جن شیطانیه، توی انسان که شیطان تر از اون شدی که این کارو نمیکنه. این انسانی هم که اومده این جن پشت سرش راه افتاده رفته، این آدم هم که بیچاره روحش خبر نداره، فقط تو خونه خودش نشسته میگه خدا پدر اون دانویس رو بیامرزا، کار منو جور کرد. دیگه نمیگه، باز نمیبینه که، دیگه نمیگه که خدا پدر این جنه رو بیامرزه، رفته زندگی اون رو به هم زده. مثلا اصلا از ابتدا این کار اشتباست. یک انسان منطقی، یک انسان درست، قرآن کنار دستته، اگر مستحق امری باشی قرآن رجوع کن. این قرآن به خدای احد و واحد، الان این قرآن رو من باز کنم، هر چیزی رو در مورد هر فردی در داخلی قرآن به من میگه بدون هیچ شکی، ذره‌ای بهش شک ندارم. جایی نشسته بودیم صحبت بود، میگفت باز کردن قرآن شما با دیگران فرق داره. یکی میگفت آی فلانی، قرآن که فقط پر شمشیر زنی و اینو گردن بزن و اونو بگیر بزن و اینو چوب بزن و اونو بزن اینه، پس تو چرا داری اینقدر سنگ قرآن رو به سینه میزنی؟ من اومدم تا دفاع کنم از خودم. یکی از عزیزان گفت باز کردن قرآن ایشون با شما فرق داره. شما قرآن رو چوب زدن میبینی، شما قرآن رو شمشیر زدن میبینی، ولی ایشون در عالم دیگه ای قرآن رو میبینه. هیچ، این جن بینوا هر چه تلاش میکنه که آقا من اینجا برای تو زحمت کشیدم، من رفتم زندگی طرفو به هم زدم، من رفتم اونجا آشوب درست کردم، منو از بعد خودم آوردی به این دنیا، منو به بیگاری کشیدی. هر چی میخواد به این آدم حالی بکنه، مدیوم نیست، نمیبینه، تقصیرم نداره، نمیبینه دور برشه. یک دفعه میبینه اوضاع و احوالش به هم ریخته، ماشینش یهو آتیش میگیره، ماشینش یه دفعه واشر سرسیلن میپرونه، یه دفعه مثلا تصادف میکنه، یه دفعه مثلا همسرش مریض میشه، باز دوباره ادامه میده، میبینه خدایا زندگیش پر از آشوب شده. بعد میزنه تو سرش من توی دنیا اصلا شانس ندارم آی فلانی. چیه؟ نه دیگه، من که اینجوری و من رفتم پیش مثلا دعاگر دعا بگیرم، اوایل خوب بودا ولی بعدن دیدم اصلا زندگی من به هم ریخت. ببینید اون جن تا 10 سال تا 20 سال تا 50 سال تا پایان عمر اون فرد کنار اون شخص هست، چون زنجیر کرده اونه و این فردم نمیدونه و اون دعا نویس نامردم نمیاد. بلا نسبت دعا نویس هایی که خوب هستن، خدای نکرده من این روی پرانتز باز بکنم، همه دعا نویس ها اینجور نیستن عزیزان. مثلا داخل یوتیوب نگاه میکنیم دیگه، مثلا من جای خونده بودم که استاد کاوه مثلا دعانویس، در حالی که ایشون اصلا دعانویس نیستن. من تمام ویدیوهای ایشون رو نگاه میکنم، ایشون در مسیر نور هستند، اصلا دعا نمی نویسه، طلسم نمی نویسه که. یا مثلا فردی مثل استاد صادق، ایشون کاربلد هستن، ایشون رو نمیتونی شما بیای بگی که خدای نکرده توهین به قرآن و توهین به ائمه، خدای نکرده، زبونم دان. اینها رو دقت کنید، من منظورم قشر خاصی هستن. خب بنابراین اینا رو توجه کنید. آقا این جنای بیچارم هر چی میخواد بهش بگه که آقا منو ول کن، بذار من برم دنبال زندگیم، ولی متاسفانه فرد نمیبینه، مدیوم نیست، دنیای ماورا رو نمیبینه، زندگیش آشوب میشه، همسرش طلاق میگیره، دخترش ازدواج میخواد بکنه جهیزیه نداره،
بعد از اینکه ازدواج میکنه زندگیش پر آشوب میشه، بچهش مریض میشه، همش آشوب، اصلا طوفان و سیلابی از بدبختی ها به سمت اون انسان میاد. با یک عمل ساده طرف رفت پیش یک دعانویس شیطانی، گفت آقا زندگی فلانی رو به هم بزن، در حالی که همین کار رو میتونست با دعای قرآنی بیاد، با توکل به پروردگار هستی، با صبر و صبوری طی کنه. هر کسی تو این دنیا یه قسمتی داره. زمانی که یک طلسمی نوشته میشه، اصلا کلمه ظهور طلسم یعنی چی؟ طلسم یعنی من این طلسم الان می نویسم، یعنی برای عملگرا شدن این طلسم باید توهین به مقدسات بشه. آیا توهین به مقدسات برای طلسم نویسی همینه که خدایی نکرده زبونم لال بیام مثلا به قرآن یه فوشی بدم؟ نه، ادرار میریزم روی آیات، اصلا گفتنش در شأن و شخصیت یک انسان نیست. یا همونطور که اساتید دیگه بیان کردن، ناموس نمیدونم فلان چیزو، این اصلا یه چیزایی که اصلا من نمیدونم این انسان چقدر میتونه پست باشه، چقدر میتونه نزول کرده باشه. پس سفارش من به شما عزیزان چیه این وسط؟ شما باید دنبال علمی باشی که شما رو به ابعاد بالا برای ارتباط با روحانیون، با عالم بالا ببره. علمی که باعث رشد اخلاقیات در شما بشه. شما وقتی داری در اون علم رشد میکنی باید در همان زمینه سواد علمیت بالا بره، موقعیت زندگیت بهتر بشه، باید به داد مردم بتونی برسی، روحانیت و معنویت درونت بالا بره و به ابعاد بالاتر و ارتباط با راهنماها تو رو برسونه. نه اینکه برعکس تو رو بیاره به ابعاد پایین، به بعدهای زیرین و ارتباط با اجنه هایی که خودشون نیازمند به انسان هستند، موجوداتی که خودشون دارن تلاش میکنند که خودشون رو به بعد ما برسونند. توی انسان تلاش میکنی بری به بعد اونها برسی؟ آیا یک فرد منطقی سر موتور نشسته میخواد دنده بزنه بره جلو، یا دنده میزنه که بیاد عقب؟ اصلا از هیچ لحاظی چنین چیزی قابل قبول نیست. تنها عامل این که بعضیا میرن به بعد دو و ارتباط با این موجودات، تنها دلیلش میدونین چیه؟ به خاطر اینکه این کسانی که میرن دنبال مسیر تاریکی، به خاطر اینکه اینها غلام حلقه به گوش دعانویس ها هستند. به محض اینکه دعانویس میاد احضار میکنه، اون جن میاد و کارهاشون میرسن، حرف گوش کنند. ولی راهنمایان نور میان تو رو اول محک میزنند، روحانیت درون تو، ظرفیت درون تو رو بررسی میکنند. چه میزان تو ریاضت کشیدی؟ آیا به خاطر مال دنیا از خودت، خانوادت گذشتی یا نگذشتی؟ آیا برای اینکه به خدا و خداشناسی و به انسانیت برسی از مال دنیا دل کندی یا نکندی؟ راهنمایان و نگهبانان ابعاد شما رو نگاه میکنند در طول روز.
اگر تو خوبی کنی دیر یا زود اونها خودشون رو بهت میرسونند، دیگه نیازی به احضار نداری. شما فکر کردید ارتباط خود ما با راهنمایان ما به چه صورتی اتفاق افتاده؟ آیا من نشستم احضار زدم؟ در قرآن کریم احضار هر نوع موجودی گناه کبیره است عزیزان. از خدا بترسید، از سرنوشت شوم بترسید و اگر در ماورا پا میگذارید در مسیری برید که زندگی شما متحول بشه. بیا چشم بیدار پیدا کنید، بیاین چشمتون رو باز کنید. اول بیا چشم پیدا بکنید که خوب اینه، بد اینه. وقتی که چشمت باز شد و این موجودات رو دیدی دیگه نمیری دیگه. وقتی چشمت کور باشه در یک میدان، در یک دنیای جدید که بری، خب مشخص چشم بینا نداری که تصمیم بگیری، آسیب میبینی و تصمیم جاهلانه میگیری. دوستان عزیز، شما رو به خداوند متعال میسپارم. همیشه سفارش من به شما این باشه: خداوند بلند مرتبه رو مد نظر زندگیتون قرار بدید. به فقرا و نیازمندان کمک کنید. شرایط مملکت ما بحرانی هست عزیزان. به داد همه برسید. وقتی لقمه غذایی میخورید بدانید که همان لقمه کسی هست که شاید در آرزویش باشه. شاید جوونی باشه که بخواد ازدواج بکنه پول نداره. شاید دختری باشه که در آرزوی ازدواج باشه. شاید پدری باشه که شرمسار خانواده خودش باشه. شاید طفلی باشه که با گشنگی سر به بالین خواب بذاره. عزیزان، قلب و حضور مهربانی هست که ما رو از حیوانیت جدا میکنه. احساس و وجود محبت و معرفت هست که ما رو از حیوانات جدا میکنه. شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. یا